آقایون شبتون بخیر. امیدوارم که تا اینجای برنامه به توتوش گذشته باشه. بله. خب اگه خوش بهتون گذشته لایک بزنید، اگه که خوش نمیاد کامنت بذارید. از فیسبوک شروع کنید. میدونید که واقعا حیفه که من برنامه با محمودی که 8 سال مملکت ما رو واقعا به منجلاب کشید شروع نکنم. خیلی حیفه. با اجازه من با محمود شروع می‌کنم. میدونید که 3 تا محموده که ما ایرانی هیچ وقت یادمون نمیاد. یکی محمود افغان، یکی محمود احمدی نژاد، یکی محمود غزنوی. مثلا از ساعت چند آمدید اینجا؟ از ساعت 7 و نیم. با چی آمدی؟ با اولا آمدید. چرا پراید سوار نشدی؟ مگه پراید کیلو چنده؟ ها؟ اسقر آقا اون نامه رو از سهرا خانم لطف کن بگیر. یادش بخیر واقعا وقتی رفت خدا شاهده برای ما کمدین ها، البته من که کمدین نیستم ولی کمدین ها دوست دارم، واقعا برای ما کمدین ها واقعا سوژه نیست، چون حسن روحانی تا الان سوتی نداده. واقعا سوتی. امیدوارم که جوری بشه که سوتی بده. در صورت میدونستی راستی به ما کمدین ها میگن، به اینایی که طنز بازی میکنن میگن کمدین، ولی چرا به اینایی که سوتی میدن نمیگن سوتی هم؟ این برای من خیلی عجیبه. بماند. حالا من با اجازه فیسبوک هم باید چک کنم. فرض معذرت. میدونید که دیروز گابریل گارسیا مارکز هم فوت کرد. واقعا بله خدا رحمتش کنه. من قرار خودم سلام علیکم کمونیستم بود بنده خدا. ولی حالا در کل یه جمله خیلی جالبی داره، میگه که پشت سر هر مرد موفقی هزاران حرف است، مثل مرتیکه دوست. این بنده خدا فکر کنم یکی 2 روز دیگه آقای مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان هم یهو میگه که این بابا شیعه بوده و براش مجلس اعضا هم میگیرن. من باید با اجازهتون فیسبوکی خودمو معرفی کنم. ما می‌بینیم که چند تا 70% مارک زوکربرگ اگر که اشتباه نکرده باشم یک اعلامی کرده که 70% آیدیا ایرانی‌ها دروغه، یعنی همه جعلیه. یعنی من خودم شخصا 7 آیدی دارم، 7 یکیش مرده باقیش خانومه. از این بمونه. در صورت خیلی جالبه که من فیسبوک خودم معرفی میکنم. من شهرام اسمم، 3 تا فوق لیسانس دارم، 2 تا دکترا دارم، یه دکترای بالینی دارم، هنرهای بالینی دارم، بعد یه دکترا هم یکی دکترا هم اینه که پیلوت آسفوخات هستم، همین که توی هواپیما هم خلبانم، در کنار خلبانی وکیلی هم میکنم. در صورت خیلی جالبه 10 سال 12 سال پیش اون موقع هنوز فیسبوکی وجود نداشت و من دنبال گمشده خودم توی چتا، دنبال نیمه گمشده خودم توی چتا میگشتم. نه پیدا نشد در صورت. خیلی حالا راستی اینو نگفتم، من 5 زبان زنده دنیا رو میتونم صحبت کنم: اسپانیش، انگلیش، شینیز، نیدرلندز و پرشین. من لهجه دارم به خاطر اینکه نمیتونم صحبت کنم با شما. این هستش و خیلی جالبه که من نمیدونم اصلا عجیبه، من با بعضی از اصطلاحات ما ایرانی‌ها خیلی مشکل داریم. 5 زبان زنده دنیا، مگر زبان‌های دیگه خدا نکرده مردن که اینا زنده ان. مثلا دیدید که مثلا بعضی میگن طرف 5 زبان زنده دنیا صحبت میکنه. من چینی صحبت میکنم، خیلی زیبا صحبت میکنم. در صورت یکی مثلا رفیقم پریشب زنگ زد بود، مصطفی نونخالی خور زنگ زد بود، میگفتش که رضا چشم آب نمیخوره. مگه چشم من آب هویج میخوره که چشم آب نمیخوره؟ یا مثلا چوب خدا صدا نداره، مثلا باقی چوبای دیگه ساکسیفون بهش بس کردن. مثلا خیلی جالبه. یا مثلا به افتخار عروس خانم دست بزنید. خب این افتخار عروس خانم کجاست که ما دست بزنیم؟ یا مثلا بین خودمون بمونه ها. خب کجا بین خودمون کجاست که بمونه؟ یا مثلا حقوق بشر. خب حقوق بشر ما کی دفتر حقوق بشر چند برگه؟ مثلا کی ما میریزنش به حساب حقوق بشر؟ بعد یا پیتزا دیدید مربع جعبش، بعد وقتی بازش میمونه گرده، وقتی میخوریش مثلثه. خیلی عجیبه. در صورت قبل اینکه من در رابطه چینی صحبت کنم اینا یه فیلم شما ببینید. آقا مرساد فیلم چینی رو میذاری برای من؟ لطفاً ببینید. این نیست بابا آنه. ایشون فارسی بودن، ایرانی بودن.
لطف کنید بعد اینکه خواستید برید موبایلات رو روشن کنید. اوکی. من چینی خیلی خوب میتونم صحبت کنم. توی دانشگاه که واسه درس اینجا بازیگری بخونم و نمیدونم فیلمسازی این صحبت‌ها یه دوره فشرده باید میرفتم زبان هلندی یاد بگیرم. معلم پرسید که شما کدوم یکی از شما به غیر از زبان مادری و زبان هلندی زبان دیگه‌ای میتونید صحبت کنید؟ خب من اول اینکه ایرانی‌ام. 7500 سال خدمت داره کشورم. بعد کلمه نمیدونم و نمیدونم چیه، یعنی باید حتما خودم رو قاشق نشسته بنزم وسط. گفتم من میتونم. گفت چه زبانی؟ گفتم چینی. شانس گند ما پشت سر ما یه خانم چینی نشسته بود. یه خانم گفت نیها. گفتم نیها. یعنی سلام. نیهاما. یعنی حالت چطوره؟ منم گفتم ها نیهاما. بعد اون خانم یه چیزی رو صحبت کرد. فکر کنم مثلا گفتش که کجای چین، کجا بودی، چجوری بودی، چجوری نبودی اینا. من اگه کم بیارم کشورم زیر سوال میره. 7500 سال خدمت اصلا وحشتناکه. شروع کردم به چینی صحبت کردن. خوب کردی او یارو. یهو برگشت گفت چی داری میگی؟ از اون گفتن از من پشت سر هم بلغوره کردن. من گذشت رو هم خوب کرده بودم دیگه. استادم اینجوری کفش بریده بود، اون خانومه اینجوری گفت اصلا واقعا عالی بود. گفتم دست شما درد نکنه. توی وقت استراحت راستی اینو بهتون بگم. راستی میدونستید الان پخش مستقیم داره میشه رادیو صدای مردم این برنامه؟ نمیدونستید؟ از ساعت چند اومدید پس اینجا؟ ها؟ رادیو صدای مردم داره پخش مستقیم میکنه. شما تشریف ببرید www.radiosadayemardom.com و اونجا این رادیو به مدیریت آقای قائم مقامیه. رادیو براندازه، جوانداز نیست و منم افتخار دارم که چهارشنبه بیام براشون گزارش تهیه کنم و این افتخار دارم که الان پخش مستقیم واقعا از ایران گرفته از ابرقو تا لس آنجلس دارن گوش میدن این برنامه رو. حالا بمانه آمدیم ما رفتیم توی قسمت اون استراحت و اینا. اون خانم من گفتش که ببخشید با چه زبونی شما صحبت می‌کردید؟ اون خانم چینیه. گفتم که شما از کجای چین آمدید؟ گفت من پکن. گفتم آها من دالیان آمدم. دالیان پایین چینه. گفتم برای گفت آها دقیقاً مثل فریزلند که شما می‌رید فریزلند فریزی صحبت می‌کنن توی هلند. دقیقاً هم حالت بود دیگه. این بود که دیگه ما سه شدن نیاوردیم. خب فایده من آبی بخورم. من تعارف نمی‌کنم چون وسواسی ام. خیلی جالبه یه دوست وسواسی داشتم توی دانشگاه تو خوابگاه. خیلی وسواسی بود. یه بار دست من خیلی ناراحت شد. مسواکی که براش زیر بغلمو تمیز کردم. بعد خیلی ناراحت شد. درس با اجازهتون ببخشید من. خب بریم سراغ خودم. اصلا کلا از خودم با اجازه من فیسبوکی چک کنم. این خیلی جالبه. عمر مختار میگه که هیچ وقت بدبختی تا به کسی نگو، چون تو فراموش میکنی ولی دوستات فراموش نمیکنن. خدا شاهده. امتحان کنید یه بار بدبختیتون به کسی دیگه بگید، یه بار بگید، یه بار تا آخر. یه داماد ما داریم الان اینجا نشسته. خدا یعنی یک بار من اومدم یه بدبختیمو گفتم بیچاره‌ام کرده. حالا منو بیچاره به کنار، دخترش، پسرش، خواهرم واقعا این نداره. خب من احتیاج نیست خودم معرفی کنم. 90% مردم ایران منو میشناسن. شما منو میشناسی؟ نه. شما نه؟ یعنی با شما اون 10% هستید که من نمیشناختید. خب من خودم معرفی میکنم. اسم من محمد رضاست ولی بعضیا بهم میگن محمد، بعضیا رضا، بعضی از هلندی‌ها میگن مو، بعضی از هلندی‌های دیگه میگن موچه و بعضیا میگن بومو. در صورت فرق نمیکنه. اگر کسی دوست داشت من عکسی بگیره، امضای خاص بگیره و اینا، همون رضا صدام میزنه.
من تا 5 سالگی نمی‌دونستم اسمم رضاست. فکر می‌کردم اسم ماشاءالله است. بس هر کی منو میدید فکر می‌کرد که انقدر خوشگل بودم میگفتم ماشاءالله. من فکر می‌کردم 5 سالگی ماشاءالله میگم. دو تا بچه دارم. با یک خانم هلندی ازدواج کردم. با یه دونه دو تا کافی احتیاج نیستش. خدایی یک زن هلندی برابر با 4 تا خانم ایرانی. خدا شاهده. حالا براتون تعریف می‌کنم. خیلی جالبه. دو تا بچه دارم. خیلی زیبان. خیلی قشنگن. دو تا پسرن. جفتشون شبیه منن. دولت ایران خودتون می‌دونید ماه پیش بود، 2 ماه پیش بود، 3 ماه پیش بود، 4 ماه پیش بود، نه 5 ماه پیش بود. چیز کرد، قانون تصویب کرد که یک مرد ایرانی میتونه با 4 زن همزمان ازدواج کنه. ولی من هیچ وقت این کار نمی‌کنم. همین که بهتون گفتم یک زن برابر 4 تا، بعدم براتون تعریف کنم چرا. یادم رفت. امشب من می‌خوام براتون بزنم. می‌خوام براتون نقاشی کنم. از این نقاشی برای مشتری من باید به مشتری تحویل بدم. صدام میگم شبیه داریوش میمونه وقتی صحبت میکنم ولی زیر گوش. در هر صورت بچه‌های محلمون هم تو ایران که بودن میگفتن از پشت سر که راه میری مثل تام کروز میمونه قیافت. خب من باید دیگه دست به این بکشم. خدایی تا قبلیه باحال میگه نبود. خدایی نه دیگه خالی نبندید. نه معلومه غیره. نه دستی چیزی به افتخار حضرت کاری بود که من انجام دادم. فاطمه خانم من دعوت کردم یه تیکه برام بازی کنه، در صد بازی کرد. بعد نبود یعنی خب یه خبر خیلی خوبم دارم براتون. بعدا تو فیسبوک میذارم، بعدا لایک بزنید. الان بگم آبرون میره. یعنی دیگه با فاطمه قطع رابطه کنم. بعد یه دوستان خورده میگن که تو چرا زن ایرانی نگرفتی؟ این همه زن تحصیل کرده، خانم تحصیل کرده، روشنفکر، 7500 تا قدمت، چرا این کارو میکنی؟ واسطش من 4 بار خواستگاری رفتم. 2 بار تو ایران، 2 بار اینجا. بار اول که رفتم خواستگاری رسید سر مهریه. دیدی که سر مهریه دعوا مرافعه و اکثر خانم‌ها اینجا میدونن دیگه. رسید سر مهریه و منم مثلا قاشق نشیسا خودم انداختم مثلا گفتم که با اجازهتون، نه بابام این میگه قبول، نه شما که میگید قبول. به نیت دو طفلان مسلم 2 ربع سکه بهرآزادی. پدر عروس تو گم شو بیرون. انداختم بیرون. بار دوم که رفتم طرف شوفر تریلی بود. تا رفتم گفتش که بیا بخوام دوری با هم بزنیم. رفتیم و گفتش که خلاف چیه؟ گفتم والا آدم سیاه میخورن. گفت چرا؟ گفتم بوی سیگار رو بهم میبره. گفت از سیگار هم میکشی؟ گفتم بعد از عرق خیلی میچسبه. گفت از عرق هم میخوری؟ گفتم آره گیرایی تریاک خیلی میبره بالا. گفت تریاک هم میکشی؟ گفتم که آره آدم بیکاری که بهتره. گفت بیکارم هستی. گفتم آدم که نمیتونه همش بره دوزی. یه بار دیگه رفتیم خواستگاری، خلاصه دختر خانم خوشم نمیاد. یه چند دقیقه نگاه کردیم همدیگه رو، بعد برگشتم گفتم که ما بریم یه دور میزنیم برمیگردیم. بار آخرش که رفتیم اینجا بود، تنها رفتم چون پدر مادر که نبوده. رفتیم اینجا و اون موقع خواهرم نیومده بود اینجا. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. به افتخار بهار خانم دست بزنید. رفتیم اونجا و پدر عروس گفتش که چشم بسته دخترمون مال تو، ولی یه شرط داره. گفت پسورد فیسبوکی رو بگیر. دیگه این بود که رفتیم زن ایرانی گرفت، هلندی گرفت. واسه هیچ میدونستید، نه خدایی هیچ میدونستید که دختر خانم‌ها خیلی مسئولن. تا موقع خونه پدرشون هستن، هر کاری که میکنن پدر میگه هی، هر غلطی موقع میکنی میری خونه شوهرت. وقتی میره خونه شوهر میگه هی اینجا خونه بابات نذار غلطا کنی ها. در صورت میدونید که کریستوف کلمب زمانی که آمریکا رو کشف کرد چیز نبود، زن نداشته. چون اگه زن داشت هیچ وقت آمریکا رو کشف نمی‌کرد. اگه زن داشت اینجوری میشد. کجا داری میری؟ با کی داری میری؟ واسه چی داری میری؟ برای کشف چی داری میری؟ منم باید بیام. چرا فقط خودت تنها میری؟ ها؟ فرنوشم باید بیاد. لباس چی بیارم؟ ها؟ با یه چمدون بسه. مامانم اینا چی؟ مامانم بگم بیاد. خدا شده. یعنی اگر کریستوف مطمئناً اگر زن داشت امکان نداشت آمریکا کشف بشه و الان این بدبختی سر ما بیاد. واقعا نه. این تمام بدبختی‌ها گفت یعنی یه چیزی دیگه نمی‌خوام بکنم. یا امامت شرمنده به قرآن مجید. من موقعی که آب میکنم برمیگردم داخلش نمیتونم تعارفتون کنم. خب بریم سراغ بعد ما ببینم که چیا نمیشتم اینا. آقایون خیلی دیدین چشون تو بناگوش باز خیلی جالب وقتی تعریف میکنم خانم‌ها اینجوری آقایون میخندن. ولی دوست عزیز
مرد مومن مردی به این نیست که دست رو زنت بلند کنی، مردی به این نیست که رگ گردنت سیخ کنی، مردی به این نیست که گردنت کلوف کنی برای زنت، عربده بکشی برای بچه‌ها. اگه مردی شلوار کردی پوش برخلاف گردن باد بدو. ولی ما مردا خیلی کارون درسته. یه کلید دیدید، یک کلید 100 تا کار ازش استفاده میشه. من میبینم بعضی اصلا نمیخندن ولی ببینن من خیلی پروتر از حرف هستم. ادامه میدم تا بخندید. هیچ ایراد نداره. یک کلید در مصارفش برای مردا: خلال دندون، گوش پاک کن، وسیله در زدن، وسیله خاروندن سر، گردن و تمام نقاط بدن به خصوص ناف، وسیله دفاعی. ای نگیدی واقعیت دیگه، برای بیرون آوردن سنگ از توی کفش، نوشتن انواع یادگاری، جابجا کردن زغال قیلون و باز کردن پاکت نامه. اینم از آقایونی که اینقدر نخندم میگه آدمش کم بریم چرا داره به خانوما داره فلان میکنه یا یه حرفا. خب بریم سراغ اولین قطعه. ناسی می‌خواستم براتون اولین قطعه براتون بزنم. اولین قطعه‌ای که می‌خوام براتون کار کنم و اینا درباره یه چیزی رو بهتون میگم خیلی باحاله. یکی از دوستان شب زنگ زده میگه که تو میخوای کمدی بازی کنی؟ گفتم آره. گفت تو که خیلی قیافت نیستی جوب سایمونه، چی میخوای واسه کمدی بازی کنی؟ هیچ می‌دونی که وزارت بهداشت هفته پیش اعلامیه داد بیرون که از هر 5 ایرانی یک نفر از اسهال رنج میبره. بدین معنی که اون 4 نفر دیگه لذت میبرن از انسان. خب گفتم دوستم زنگ زده بود، این مصطفی قالید راسمی که دوستان بوده، چند وقت پیش باباش افتاده بود تو بستر بیماری، میگفتش که رضا بابام زنگ زد گفت برن چی بیاد کارتون دارم. میگفت ما پسرا سراسیمه رفتیم اونجا و دیدم بابام تو بستر مرگ، خیلی حالش گرفته است و بعد گفتش که نگاه کرد به ما 4 تا برادر رو، گفتش که این چوب کبریتا رو بشکنید. میگفت ما شکستیم. بعد یه نهال از زیر تخت در آورد گفت اینو بشکنید. میگفت زدیم شکستیم. بعد دستگیر اون داد گفت بشکنید. میگفت زدیم شکستیم. گفت 2 تا دستگیر اون داد زدیم شکستیم. آلومینیوم داد و آلومینیوم خم کردیم. بعد رسید به نبشی 16. میگفت اینا اونم خم کردیم. گفت بابا مسخره زدن میخوام نصیحتتون کنم دیگه. آره. اصلا یه خانواده عجیبی هستن. این باباش خیلی باحال رفته بود مکه، خیلی جالب بود. تعریف می‌کنه میگفت رضا رفتم مکه قلب سنگ و فوش خار مادر پرت می‌کردن برای چیز شیطون. میگفت اصلا وحشتناک خرکی. میگفت همین که تموم شد میگفت احساس کردم شیطون اومد جلوم. گفت قربان علی نفهم بابا من فقط گولت زدم کار دیگه ای نکردم که دامو سنگ می‌زنی. اصلا خیلی خنده. بعد مادرش خیلی باحاله. رفت بانک حساب یارانه‌شو بگیره. بعد مامور بانک میگه که بریزم به حساب جاریتون، میگه ای بهم میره اون جاریم که تو بانک هم هواشو داره. ما بریم به حساب خودم. این خیلی جالب بود. بعد خیلی هم خرافاتیه. پریشب زنگ زده میگه رضا چشام وقتی میخوندم موجه میاد. من فکر می‌کنم یه آرزویی که کردن آرزو برآورده میشه. خب کف دستم میخوره، میخوام پولدار بشم. پشت گوشم میخوره، پشت سرم دارن حرف میزنن. نمیدونی نافم که میخوره چیه؟ گفتم برو حموم درست میشه. خب بگیم خرافات. واقعا مملکت ما رو خرافات برداشته. واقعا میخوام جدی بحث کنم. با عزت من آتو خانم خیلی خدا شده خیلی گرمه اینجا. سر کربلا آدم دیگه بود. خب بریم سراغ خرافات. یه یارو خوابش نمیبره. واقعیت این واقعیت داره. یه بابای خوابش نمیبره تو ایران. میگه چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ میره میشه دعانویس. گفتم دعانویس قضیه در رابطه دعانویس صحبت کنم که وزارت درمان آموزش پزشکی عالی علوم نمیدونم وزارت کشور دیگه همه با هم قاطی اند. وزارت ارشاد گفته که 10% مردم ایران به دعانویس و رمال رجوع میکنن. خدا شاهده. یعنی به زانوی چک آقا قسم دارم میکنم که واقعا دارم میگم که این کارو میکنن. خلاص یک میره رمالی میره دعانویس براش دعا مینویسه و میگه میخواد خوابت ببره باید بریم مردشور خونه مردشور بشورته. خلاص این بابا میره مردشور شهرشون و حالا کدوم شهر اصلا رو نکرده بودن تو روزنامه. میره اونجا و میره مردشور داره مرده میشه خیلی وحشتناک و با کیسه گرفته میگه مرده بشون اینجوری. میگه که چیه؟ میگه راست اینجوری قضیه. میگه لخشو بخواب این سنگه تا من مرده که تموم شد تو رو میشونم. میگه باش. همین که تمام میشه طرفم لخ میشه اینجوری میخوام روی سنگ و این مرده رو میشونه تمام میشه و بعد میاد با همون لیفه میاد که اینو بشوره.
اینم آدم وسواسی مثل دوستم که زیر بغل و مسواک اینو که تعریف کردم براتون چاکی میشه، میگه مرد حسابی آقا یه لیف دیگه بردار بیا، میگه پس اجازه بده من برم یه لیف دیگه بردارم اینجا. خلاصه میره اینجا رو داشته باشه پیام‌های بازرگانی که من یه دونه اینجا فکر می‌کنم براتونم میزنم اخیاتی رو راحت باشم، اگر نزنم صدفت میرفتم وقتم خیلی قشنگه. خلاصه این آقا میره یه اتاق دیگه کیسه همون برداره بیاره با خودش، مرد شوره. این آقا هم میره خوابیده بوده، این مرده هم هنوز کفن نشده بوده. تا اینجا گرفتید که متوجه شدید یا دوره توضیح بدم؟ چی گرفتید؟ مرده رو خوبه. اوکی. بعد خلاصه از شما چه بنون که آقا چی میشه برنامه؟ یهو خانواده مرده میاد که مرده رو بردارن ببرن. خانواده کی؟ هم مرده‌ای که با کیسه و اینا شسته شده بوده، مرده کفن نشده بوده. شب میاد به خوابتون کفن. خیلی باحال، خیلی باحاله. خلاصه اینجوری میاد و یهو حالا برادر مرده بوده، مثلا عموی مرده، دایی مرده بوده، میگه آقا اگه مرده ما هنوز نشسته، این چه برنامه‌ای آخه؟ این چقدر اینقدر شل میشونه مرده و اینا. این آقایی که روی سنگ خوابیده بوده که بشورنش، یهو اینجوری بلند میشه، میگه که رفته کیسه همون بیاره. خانواده عمو حق جا به جا میمیره، سکته قلبی خدا شده. یکی در بیاد بره به کلش میخوره نره درختی دیوان، اونم میمیره. دو تا مرده مونده رو دسته معلوم نیست مرده شو رو بگیرن، مرده رو بگیرن، رمال رو بگیرن یا یارو که رفته خوشه بشوره. در اصل این اتفاقات تو ایران میفته. آخه بدبختی من یکی دوتا نیستش. سردار نقدی فایزت اون گردن کلفته هستش مثل گوساله میمونه. این بابا گفته که اگر فوتبالیستای ما نماز شب بخونن ما برزیل رو در خاک برزیل شکستیم. خب من گفتم که برای آرژانتین فکر کنم دعای توسل کافیه، برای نیجریه دعای جوشن کبیر، برای بوسنی هم دعای کمی با آش 20 شنبه، برای تیم‌های عربی چون عربی میدونن گلستان سعدی رو حفظ کنید، بعد برای مالدیو هم 3 تا صلوات کافیه، دیگه قهرمان میشیم دیگه. اینم از این آقای نقدی. خب 2 ماه دیگه هم جام جهانی شروع میشه، خدا به داد ما برسه. خیلی شبشون بازی مسی رو نگاه میکردن، خدا شاهده، یعنی وحشتناکه ها چه بلایی سر ما میخواد بیاره خدا میدونه. من میگم فکر میکنم که شب مسابقه کیروش میاد تو لابی هتل همه رو جمع میکنه، پشت میکنه تمام بازیکن‌ها چراغا خاموش میکنه، اما نمیخواد خاموش کنه، میگه که من چشامو میبندم هر کسی که جرأت نره ساکش بگیره بره. یعنی اینقدر وحشتناکه این. یعنی من گفتم ما اگر اول نشیم دوم میشیم 100%. یعنی خیال راحت باشه. اینم گفتم آخ زمان قرعه کشی جام جهانی خیلی مسخره بازی بود. یعنی واقعا فرهنگ اسلامی که در مملکت ما حاکمه خیلی جالبه. کامنت‌های مسی رو من می‌خوندم، کامنت‌هایی که برای زیر پیج مسی تو اون صفحه مسی می‌ذاشتن من می‌خوندم، وحشتناک بود. یکیشون خیلی جالب بود، یک نفر اومده بود یه کاغذ آچار طرد تهیه میرزا قاسمی برای مسی توضیح داده بود که میرزا قاسمی چجوری درست میشه. بعد یکی دیگه اومده بود که بچه‌ها بریم پیج رونالدو اونجا شام میدن. این خیلی جالب. یعنی واقعا مملکت ما بیداد میکنه ها. حالا چی بیداد میکنه بی فرنگی؟ حالا برای بعد یاد تو تفاهم نشه. من گفتم آها می‌ریزیم سر یک نماینده بی سواد قبیله اسلامی و نماینده مجلس. این آقا عضو کمیسیون فرهنگی مجلس. عکس براتون گرفتم، دست به دست بدید ببینید بالا تا من براتون تعریف کنم که من یه چیزی میگم. زود بدید نمیخواد خواستگار شما که نیست میدونید نگاه کنید. آخوند این آقا رئیس عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، تو نماینده مجلس نماینده قزوینه. ببینید قیافش. یک لحظه خواهشاً یک لحظه من که خدای خوشگل‌تره که حالا منو ببینید بهتره من بیام بغل از شما بشینم بهتره که نگاه میکنید. خب این آقا آمده مصاحبه‌ای کرده با شبکه خبرگزاری فارس. خبرگزاری فارس هم می‌بینید برای برادران اراذل برادران اطلاعات سپاه پاسداران انقدر این آشور بوده که یک روز بعد اصلا یک روز نه 2-3 ساعت بعد برش داشتن. ولی گردک رو داد دست من براتون می‌خونم که چی این آقا عضو کمیسیون فرهنگی مجلس چی گفته. واقعا از دوره احمدی نژاد قاچخاری واقعا خیلی جالب شده. تو مملکت ما اصلا وحشتناک بیداد میکنه. این آقا اومده مصاحبه کرده، من چند تاشو براتون میخونم، یعنی همه‌شو باید بخونم، یعنی همش خنده داره.
ببینید که من میخوام بخونم تجسم کنید که این آقا کی هست اینا. این آقا آقای مرتضی حسینی قزوین، نماینده مجلس، بعد عضو کمیسیون فرهنگی مجلسه. برای جوونا و نوجوانای مملکتمون اینا میخوان تصمیم بگیرن. حالا داشته باش. سوال: تعریف شما از فرهنگ چیست؟ آها ببخشید قبل که بگم فرهنگ راستی اینو بهتون بگم. من آدم صادقی هستم. یک سبد پر خیار، گوجه، تخم مرغ و بادمجون آوردم. بادمجونا رو قول دادم به فاطمه که فردا میخوام میرزا قاسمی درست کنه. آوردم. بعد تخم مرغ و گوجه هم انبیدین بود، قیمتش پایین بود، خریدم ولی نمی‌کردم این کارا. اگر که از کار من خوشتون نیومد، اون بی‌نمک بود، چرا این مسخره بود اینا، بعد از اجرا، خواهشاً بعد از اجرا شما لطف کنید تخم مرغ و گوجه بردارید سر من بشکنید، پرت کنید. هیچ نگران نباشید، خجالتی نباشید، من عادت دارم این اگر دیدید که خیلی زشت بود، یعنی بعضی چیزا من می‌بینم که خیلی دارن هرس می‌خورن ولی نشستن، عیبی نداره، من خودم پروتر از حرفام، خیلی بد بود، شما می‌تونید خیار و بادمجون بردارید و استفاده کنید. چجوری؟ خودتون بهتر می‌دونید. اگر که خیلی دیگه توهین‌آمیز بود، لطف کنید کفش پرت کنید برای من. ولی این کفش پس گرفته نمیشه، پس داده نمیشه. این کفش ماره یه کشاورزا بود، رفتم اجرا کردم، پرت کردم برام. بعد این ماره کابار فستیوال لایتس تو لایدنه. بعد این مال روتردامه دیگه. این مال فریزلند اسخاتسن یا اسکیت. باید بگیرم من بگم که دوستانم که تو رادیو دارن میشنن بدونن که اینم مال فستیوال مراکشیا بود و یعنی طرف دیگه با جوراب پرت کرد دیگه. گفتم جوراب، یه دوستی دارم خیلی جالبه، این جوراباشو قرارداد داشت با بیمارستان شهرمون، هر هفته جوراباشو میداد به بیمارستان شهرمون برای فردوفین چی میشه برای بیهوشی. بعد یکیش انقدر زیاد چیزا بیهوشیش بالا بود، یه سری رفتن تو کما دیگه. یه در صورت خب همه دیدی عکس کجا بگردیم؟ من عکس رو بعدی لازم دارم برای اجرای بعدی. یا من باید بخورم. این آقا باش مصاحبه میکنم. سوال اول: تعریف شما از فرهنگ چیست؟ جواب: فرهنگ مجموعه از آداب، سنن، دین، مذهب و همه آن چیزی که یک عده به آن دین میگویند و عده‌ای به آن فرهنگ میگویند. اوکی. سوال: لطفاً بفرمایید با چه اصول فرهنگی اعتقاد دارید؟ جواب: توحید، نبوت، معاد که در فرهنگ اسلامی است و عدل و امامت در فرهنگ شیعه. 3. مهمترین کار فرهنگی که کردید چه بود؟ جواب: ما همیشه در حال کار فرهنگی هستیم. سوال: لطفاً 5 اقدام اخیر فرهنگیتان را نام ببرید. جواب: نماز شب دیشب، تعقیبات نماز امروز صبح، نماز صبح امروز، تجدید وضو، صلوات برای رهبر معظم. اینا کار فرهنگی. نمیخواد صلوات بفرستید، من دارم میخونم براتون. سوال: از کدام شخصیت فرهنگی الگو میگیرید؟ الهام میگیرید؟ جواب: از مقام معظم رهبری. فرد دیگری را الگو قرار نخواهم داد. سوال: کلا چه شخصیت فرهنگی در تاریخ از شما اهمیت دارد؟ در تاریخ از نظر شما اهمیت دارد؟ جواب: ما در ایران 2 شخصیت فرهنگی بیشتر نداریم. 1. مقام معظم رهبری. 2. امام قدس سره. سوال: چطور شد نماینده شدید؟ اینجا رو داشته باشید. چون در مسجدی که در قزوین بودم امام جماعت جدیدی آمد، من تصمیم گرفتم که نماینده مجلس شوم. سوال: آیا کمیسیون فرهنگی گزینه اول شما بود؟ خیر، کمیسیون امنیت گزینه اول من بود و چون اونجا پر شده بود من اومدم اینجا زنبیل گذاشتم و فرهنگی انتخاب کردم. سوال: چرا می‌خواستید به کمیسیون امنیت بروید؟ جواب: چند دلیل داشت. اول برای رسیدن به امور محرومان، دوم برای حل مشکلات استان، سوم به خاطر اینکه در جوانی آرزو داشتم که به شهادت برسم. سوال: چرا در جوانی به شهادت نرسیدید؟ چون به خاطر اینکه الگوی من مقام معظم رهبری است و او به شهادت نرسید و من هم دوست نداشتم که به شهادت برسم. واقعیت داره به خدا ها، یعنی گریه داره. واقعیت هم داره. خب وایسا. نه من گریه نمی‌کنم، شما گریه نکنید، ما گریه نمی‌کنیم. این چه مسئله که بودن وقتی تو نه خدایی یعنی چی؟ من رشته کلام از دستم خارج شد. با اجازه من یه آیه بخورم که رشته کلام از دستم چیه؟ نه حتما
خلاصه مهمترین معضل فرهنگی کشور چیست؟ علوم انسانی. چرا؟ چون مقام معظم رهبری گفته علوم انسانی زیاد خوب نیست، باید عوض بشه. کدام الگوی فرهنگی رو میپسندید؟ جواب: اول رهبری، دوم چادر، سوم محو اسرائیل از صحنه روزگار. سوال: نیاز فرهنگی نسل جوان چیست؟ جواب: آشناهایی دارم از جمله پسر خودم و پسر برادرم. در جوانی چه کار میکردی؟ جوانی من کاری نمیکردم، فقط ازدواج کردم. سوال: مهمترین نیاز فرهنگی نسل جوان چیست؟ جواب: ازدواج، کار، پدر و مادر و پیروی از مقام معظم رهبری. اگر وزیر ارشاد بود اولین کاری که میکردید چه میکردید؟ اول فرهنگ عمومی را درست میکردن، دوم تربیت هنرمندان متحد و سوم کنترل سینما و تئاتر. سوال: در کودکی فکر کردید چه کاری میخواهید شوید؟ جواب: پیرو ولایت فقیه. آیا در زمان کودکی میدانستید که ولایت فقیه است؟ نه، جامعه ما ناآگاه بود و من هم احمق بودم. سوال: وظیفه یک امام جماعت چیست؟ جواب: دائم الوضو بودن، پرهیز از آن و برگزاری نماز جماعت موافق و دعای برای مقام معظم رهبری. اولین کار فرهنگی کردید چه بود؟ یک سینما در قزوین آتش زدن. در آنجا چه میکردید؟ سینمایی بود به اسم دیامون که شیشه آن را شکستیم و پیروی از قائد اعظم امام خمینی صلوات الله علیه عزیز صحبت. آخرین کار فرهنگی چه بوده؟ ما همیشه کار فرهنگی کردیم. آخرین فیلمی که دیدید چه بود؟ قلاده های طلا. قلاده های طلا نظر شما چه فیلمی بود؟ مشت محکمی بود دهان کارگردانش. بفهمن که برادران و خواهران نیروی انتظامی هم میتوانن فیلم‌های در صحنه جهانی بسازن. بهترین فیلم بود که دیدم. دیگه چه فیلم دیگه دیدی؟ دیگه ندیدم. چرا؟ چون مقام معظم رهبری فقط این فیلم را زیبا دید و من هم دوست دارم که فقط همین فیلم را زیبا ببینم. مثلا اگر کارگردان بود درباره چه سوژه فیلمی ساختید؟ جواب: در تاریخ سرزمین ما در تاریخ جنگ تحمیلی سوژه های زیادی وجود دارد و ما از آن غافل بودیم. مثلا چه فیلمی از تاریخ سرزمین ما لازم است ساخته شود؟ جواب: واقعه کربلا، اشغال فلسطین، کشتار سرخپوستان آمریکا و وال استریت. خدا شد اگه یوردن وال استریت چیه فکر کنه گوشگویده است. یعنی قیافش دیگه. حالا بماند همش مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری تا میدونم سرتون رو درد آوردم. بعد تحمل کنید. بعد گفته که از کدام هنرپیشه خوشتان میآید؟ از هنرپیشه‌ای که مقام معظم رهبری ازش خوشش بیاد. شاعر مورد علاقه شما کیست؟ شاعر مورد علاقه من شاعری است که مقام معظم رهبری از آن خوشش بیاید. بعد چند نفر در جبهه انقلاب اسلامی در شعر میشناسید؟ من کسی رو نمیشناسم، ولی کلا کارهایی که مقام معظم رهبری میخواند من هم دوستشون دارم. و میدونم که سرتون درد میخواد از دوره چیزای دیگه. خب نمیدونید کنار فایزتون واسه خودم از بزنم آخه یاد بشه. خسته شدی؟ به قرآن خسته شدی. خب بریم سراغ خیلی باحاله. یه بابایی هستش به نام آیت الله نوری همدانی. این بابا 93 سالشه. عکسش نتونید پیدا کنم. عکسش قیافش میشه یعنی شیشه خیارشور میمونه قیافش. یه جالتیه. این بابا خیلی باحاله. میگم رفته بوده مسکو. حالا سال 80 رفته بوده مسکو. واسه چی رفته بوده با 92 سال سن؟ کسی نمیدونه. میگم از زمانی که ما رفتیم از فرودگاه تا محل اقامت و اقامت محل ملاقات، این آقا میگم پلاکاردهایی دیدم به زبان روسی نوشته بودن. بعد از اون مترجم پرسیده بوده که اینا چی نوشته. مترجم رند روسی هم برای میگه این نوشته که خامنه ای ابتر است، دشمن اون انتر است، این چیزا. بعد یکی دیگه نوشته که ای رهبر آزاده آماده ایم آماده. بعد یکی دیگه هم یه چیز دیگه نوشته بود. میگم من واقعا کپ کردم که در روسیه هم چیز بوده، ولی خدا شاهده من قسم میخورم این بابا می‌خواسته اسکولش کنه. بعد خنده بود که این نوشته بوده احتمال رو پلاکاردن لعنت پدر مادر کسی که اینجا آشغال بریزه. یارو گفته بذار بخونیم برای یارو حال کنه. 16 سال از مقام معظم رهبری بزرگتره. 16 سال، یعنی واقعا وحشتناکه. خنده نداره با خدا قسم. این کار فرنگیه. 16 سال از مقام معظم رهبری بزرگتره، ولی داشته باشید پاچه میخوره که اصلا وحشتناک. حالا اینو به کنار اون ولایتی یه بار زده بود بالا کشیده بود خیلی خفن. این میگه اینا شیشه و نمیگه چراغ عجیب دستشون میکشن. اومده بود تو تلویزیون میگفتش که در ملی کردن صنعت نفت سال 1329 مقام معظم رهبری پا به پای مصدق صنعت نفت ملی کرد. حالا
آقای مقام معظم امامی 1318 به دنیا آمده، 11 سالش بوده اون موقع. مصدق دست میگیره بیا بذار دور تو دارن سنت نفت ملی کنن. اینا حالا گفتیم و اینم گفت آها یه یاروی هستش اسمش حسن عباسیه، میگه من کیسینجر اسلامی ام. خیلی جالبه، یه شعری هستش میگه که از این تئوریسین‌های جمهوری اسلامیه. شعر میگه که چکمه شمر لعین و چکمه ام شهین هر دو از چرمن، اما این کجا و آن کجا. این بابا خودش کیسینجر اسلامی معرفی کرده. آمده توی یکی از جلسات گفته که یکی سوال کرده آقا تو به همه گیر میدی، از رهبری از رئیس جمهور گرفته تا اون رئیس جمهور، از خاتمی احمدی نژاد روحانی، چرا به امام خامنه ای گیر نمیدی؟ این بابا خیلی داره فشار میاره این اماما بذاره پشت خامنه ای، اصلا کلام براش خوب نیست. خلاصه میاد و این آقا میگه فرضاً من اگر بخوام از شما انتقاد کنم باید اشکالی از شما ببینم تا مورد انتقادم باشی. شما خوشتیب هستید، هم زدن زیر خنده و دست زدن برای دانشجو اینا. حالا من میگم رهبر ما خوشتیب نیست که هست، شجاع نیست که هست، حکیم نیست که هست، 25 سال بعد از دفاع مقدس دشمن رو پشت درهای مملکت نذاشته که گذاشته، بعد هیچ انگی هم به خانواده‌اش نمیچسبه. بعد چه من میام این کار انجام بدم؟ این بابا اینم از این قضیه اصلا خنده نداشت. نه داشت. خب بریم سراغ ای خدا، روزگار ما، زندگی ما چه زندگی رستم و زلیخا، خدا شاهده. اینم از اینو گابریل گارسیا مارکز که گفتم بهتون. من اولین باری نیست که انصراف میدهم از دریافت یارانه. به هنگام قحطی مصر از زمان یوسف هم انصراف دادم و میبینید که از گرسنگی نمردم، هنوز هم زنده هستم. سخنان آیت الله جنتی. خب اینم از اینو یواشاش بی‌نهایت میشه، درسته؟ خب یادش بخیر چند سال پیش خانم‌ها کسی یادشون نمیاد، فیسبوک نبود، دوستان و مثل ما امثال ما دست نوشته‌هامون و اون دل نوشته‌هامون رو تو توالت‌های بین شهری می‌نوشتیم. اگه یادتون باشه سوانی حاج حسین و پسران بگر از منصورشون، دیدید وقتی طرف چگونه قم یه روز من رفتم اونجا و معذرت می‌خوام با عزتون، موقعی که مثل ایران نیست که بری بشینید، رفتم یه نشستم و بعد یکی نوشته که تو خیلی باهوشی، سمت راست نگاه کن، تو خیلی خیلی باهوشی، پشت سرت نگاه کن، خیلی باهوشی، سمت چپت نگاه کن، بشین چند تا نقطه بکن و برو دیگه. نه از فیسبوک ما، فیسبوک واقعا الان فیسبوک خیلی جالبه. یکی مثلا حالا بعد اینجوری هم می‌نویسن یه 200 تا لایک می‌خوره، ولی مثلا یه پیج من باز کردم، پیج ورزش و هنر در رادیو صدای مردم، خدا شاهده 6-7 ماه 2500 نفر این کارو، یعنی برام لایک زد 2500 نفر لایک. یعنی واقعا من شبا لباس مندرس می‌پوشم بیام تو این پیجا لایک می‌زنم تا بتونم لایک جمع کنم بیام برای پیجم. دیگه هم جالبه. ولی یه خانم یه عکس می‌زنه پروتست سوی تفاهم نشه، هستن از اینا که می‌زنن یه عکس می‌زنن و بعد یه سلام خیلی درد میکنم، همین 200 نفر ای وای بخورمه، ای وای فلان کنم، ای وای آسوری برات بیارم، ای وای فلان. اینم شانس ماست. ما عرض می‌نویسیم در این تنها جایی که فیسبوک خیلی جالب، فیسبوک تنها جاییه که شما آگهی تحریم خودت بزنی مردم برات لایک میزنن. خب اینم گفتم بریم بریم تو ای که میخوام براتون بزنم. خسته شدی؟ گرمه درسته؟ به خدا منم گرمه. آفرین منم گرمه. خب آب کسی میخواد هستم. والا کولر رو روشن کردم، نمیدونم چرا خاموشش کردم. کسی نیست میاد. خب کجا؟ این دو خانم هلندی هستش دیگه. نه مشکل نه، من صدام بدتر از اپوه. Boven rechts. گیر کردم نه بابا، کاش یه ایرانی این کار انجام میداد. Nee, niet in dat ding. Boven rechts. Ja. Ja, daar.
چقدر سرد شد. خب قطعه‌ای که میخوام براتون بزنم، شما فیلم راج کاپوری دیده بودید با سرندیپیتی؟ خیلی جالبه. یه باید من اینو بزنم. سری دیوی اما فکر کنم سرندیپیتی. اوکی، این قطعه‌ای که میخوام براتون بزنم خیلی جالبه. بذارید ببینم راستی اینو یادم رفت. مصباح یزدی خیلی جالبه. مصباح یزدی، من خدا از من بدش میاد، من از این مرتیکه عوضی. یعنی خدا شد خانم این نکن، خدا شد اینقدر من از این مصباح یزدی بدم میاد. یعنی واقعا خدا از من از این آدم عوضی. خدا نکنه رهبر بعدی انقلاب اسلامی بشه. این بابا خیلی باحاله. یه چیزی نوشته بود که ما اگر در روز هزاران بار شکر کنیم، خدای هوا سرد شد. درسته هوا خوب شد؟ ایوالله. میخواد بیاد اینجا بشین، من برم بالا بشینم. این بهتره. میخواد بیاد اینجا بشین که شما باید بیشتر بخوره بهتون. سینه سوخته میگیرم. درس این آقا خیلی جالبه. این آقا گفته که اگر روزی هزاران بار ما شکر خدا کنیم برای رهبر معظم انقلاب، شکر کم کردیم. خدا شده. بعد یه جا گفته که 5 اسفند هر سال جناب خامنه‌ای، امام خامنه‌ای از اون میره رجعت میکنه آسمون، یه چند دقیقه‌ای با امام زمان برای شعار سال بعد صحبت میکنه. این گفته یعنی ما مدرک ثابت میکنن، صحبت میکنه، چیز میکنه، شعار رو میگیره، مشاوره اسلامی میکنه، برمیگرده پایین. یعنی به قدری این موادی که میزنن باحاله که اصلا آدم خوب میکنه. خدا چه این چه آدمایی هستن، اصلا آدم دیگه چه آدمای خرید دیگه. خب گفتم مشاوره اسلامی میتونم میدونم براتون، ما آبرزی نکنید، وقت زیاده. بذارید من اینو که یه نفر رو نشون کردم اصلا نمیخنده، آبروش میبرم آخرش. خدا میگم این آقا، این خانم نمیگم، نگفتم اینجوری دارم. خب بریم سراغ مشاوره اسلامی. داشتم چند شب پیش توی اینترنت میگشتم و یه مشاوره اسلامی پیدا کردم خیلی جالبه. خودم حیف اومد که برای شما نخونم واقعا. شیلای عزیز برای سنگ صبورش نوشته که سنگ صبور عزیز، مشاور عزیز، امیدوارم بتوانید من را کمک کنید. چند روز پیش من از خانه خارج شدم تا سر کار بروم. هنوز از خانه دور نشده بودم که ماشینم خراب شد و مجبور شدم تا خانه پیاده برگردم. وقتی وارد خانه شدم نتوانستم آنچه را ببینم باور کنم. دختر همسایه توی بغل شوهرم بود. من 32 ساله هستم، شوهرم 34 ساله و دختر همسایه فقط 19 سال داره. 10 سال است که ازدواج کردیم. شوهرم اعتراف کرد که 6 ماه است که با دختر همسایه رابطه دارد. مشاور عزیز، من نگران و دلشکسته هستم و شدیداً به کمک شما نیاز دارم. لطفاً به من بگویید که چه کنم. ارادتمند شیلا. حالا پاسخ مشاور اسلامی. من درد شما را میفهمم. خراب شدن ماشین مشکل بزرگی است. با توجه به آنچه که توضیح دادید احتمال میدم مشکل از موتور باشد. لوله‌های بنزین را چک کنید که آشغال تویشان گیر نکرده باشند. اگر تمیز هستند شاید پمپ بنزین اشکال داشته باشد. اگر هم نبود باید انژکتور را چک کنید. امیدوارم توانسته باشم به شما کمک کنم. خب اینم از اینو رنگم که زدم. خیلی جالب بود. یه آخوندی تنظیفی داشتم برای تلویزیون از سر ناچاری داشتم نگاه میکردم. یه آخوندی دیدم که با ولای خاص داره شب اول قبل صحبت میکنه. به شب اول قبل نکیر و منکر میان بالای سرت، بعد سوال میکنن امام اول کیه، اون میگن فلان، اگه بلد نباشی میخواهنی به سرت میکنن، سیخ میکنن تو چشمت. از خیلی جالب. یعنی یه لحظه فکر کنم که این بابا لیدر توره، هر هفته مسافر میبره شب اول قبل رو برمیگردونه. اصلا واقعا مملکت ما اصلا توپه ها. اینم از اینو، اینم واقعا از احمدی نژاد که گفتم و اینم که کامپیوترم که بخوام واسه بزنم. یه دوستی دارم سرتون شده خوب شده نشد. بهتره یا بهتر نیست خدایی تعارف نکنید. نه نمیخوام خاموش کنم. در کسی اگه چاقوی چیز داره گوجه هست خیار هست اینها یه سالاد یه روز میگه. خب احمد دوستم زمان احمدی نژاد قرار شد یه رمان بنویسه. بعد نویسنده است. بعد می‌بینید که اگه بنویسه 100% سانسورش می‌کنن، ممیزش می‌کنن، نمی‌ذارن کتاب چاپ بشه. خودش آمد سانسور کرد خودش رو.
بخشی از یک دعوای خیابونی ها من براتون میخونم که دعوای خیابونی رو ترسیم کرده نوشته که چه اتفاقاتی تو دعوای خیابونی تو اون کتاب میفته. نفر اول: دستت را بکش مرتی که شبیه آن جانور شاخدار هستی که صدایش ما است. نفر دوم: به من گفتی جانور شاخدار که صدایش ما است، مرتی که مسئول گردانندگی خانه فساد هستی. من الان روابط نامشروع و بدی با 2 تن از اعضای خانواده محترمت برقرار میکنم. نفر دوم: رهایم کنید این مردم، من همکنون بخشی از البسته زیر خانم شما رو به سرش می‌کشم. تو که پدر واقعیت غیر از پدر کنونیت هست. نفر اول: برو ای مردی که روابط بد با زشت با مردان دیگر داری. نفر دوم: این کلامت را با من بودی آیا؟ همکنون خواهر گرامیت را مورد کارهای نادور قرار خواهد داد. خوشبختانه چاپ شد تو زمان این یارو چه پسر جنتی چاپ شد. نه عزیز اصلا نشدی؟ نه خیلی چی خسته؟ خب احمدی نژاد یه بار دعوتش کرده بودن، خیلی جالب بود. دعوتش کرده بودن تلویزیون، بعد دیدی که خیلی پرروه دیگه، یعنی خدا شاهده اگر اعتماد به نفس احمدی نژاد چوب کبریت داشت تا الان شده کنده درخت. خدا شاهده. نگاه میکرد تو چشات دروغ میگفت. بعد یهش گفتش که آقای احمدی نژاد اون یارو موجی هست که خیلی خوبه، خیلی موجی قشنگه، عزیز نازه. آقای احمدی نژاد ببخشید پراید خیلی گرون شده، چرا اینجوری این اتفاق افتاده؟ بعد مگه پراید کیلو چند کیلو آهن به کار رفته داخلش؟ بعد من یه لحظه میگم تو قصابی این بابا. من اومدم حساب کردم که پراید کیلو 22500 تومنه. حالا ماشینای دیگه سمند معمولی با سردست کیلویی 22500 تومان، پژو 405 آبگوشتی کیلویی 23400 تومان، ریو خورشتی کیلویی 28900 تومان، پژو 206 بدون دنبه کیلویی 23300 تومان، پژو 206 با دنبه کیلویی 28000 تومان، پیکان با یه سیرابی 2 تا بناگوش و یه پاچه کیلویی 15000 تومان، جیان با پای مرغ دنبلان گوسفند کیلویی 12000 تومان. خب ای داد راستی یادم رفت قبل که گیتار بدم یادم رفت بگم که چرا یه زن هلندی برای 4 تا مرد 4 تا زن ایرانی. شما آقایون میدونن وقتی که وارد خونه میشن غذاشون آماده است، پاشون رو پاشون میندازن، خانم میان سلام عزیزم، ناخونشون رو براشون میگیرن، چای براشون میریزن تو صورتشون. امکان نداره، این همه درون بود، یعنی رویا بود. در صورت ولی بدبختی من اینه که وقتی کار من تمام میشه، وقتی وارد میشم کار دیگه هم شروع میشه. خانمم پشت در وایساده، های اسقاط سلام عزیزم، من جلسه دارم باید برم، این برات نوشتن که چیکار باید کنی. دانیال و بنیامین رو ببرید زیر دوش، پمپردشون عوض کنی، ببریشون بخوابونیشون، خونه رو جارو کنی، بورزوکفرا رو برام ابنیمن کنی. و حالا مشکل بدبختی ما اینه که مرد ایرانی یا هلندی فرق نمیکنه، باید برای کلاس زایمان تشریف ببره زایمان، باید بره اونجا کلاس زایمان یه بار امتحان کنه. اونا آقایون که تو ایران میرن توی این چه اسمش تو رارو میشینن یه چایی میکنن و سیگاری و غیبت و بعد اون خانم میاد نرسه بعد 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت یه روز 2 روز اصلا نمیاد، بعد میگه شما صاحب فرزند شدید یا پسر یا دختر یا هیچی. بعد در صورت ما رفتیم زمین عیال ما آقای ما بوده اینا. چی شد آقای داماد؟ چی آقای داماد؟ این آقا داماد اونا که گفتم ها، نگاهش کنید. خب آره پوچ بوده، آره دقیقا. خلاصه ما رفتیم اونجا و رفتیم کلاس زنان زایمان، یا زنان که زنان بود دیگه، همه هم بیرون آمده بودن. ما هم رفتیم اونجا از مردشور به خرافنیس اندرنیمر بود تا فراخواخن شوفور، همون شوفر تریلی، تا نونبا و قصاب و اینا. ما هم رفتیم اونجا و هممون یکی یه دونه بالش دادن به غیر از شوفر تریلیه، باش خود به خود چاق بود. هیچی بالش دادن، میریم نشستیم و بعد هم پلیسی انجام دادن. اصلا کیف می‌کردن. یه عربدی می‌زدن. رسید ما اون زنه گفتش که خاتوخزیته خودسو بچین بعد گفتش که
فکر کن که یه چیزی از بدنت میخواد خارج بشه یا بعد اینجوری نشستم و گفتش که حالا یواش نفس بکش. خیلی خوبه. اوباون کن، یعنی که اوباون چی میشه فارسی؟ من فارسی ضعیف نمیشه. هیچ وقت دیگه اوباون که ما نمیگیم که مثلا ببرش بالاتر. خیلی خوبه. حالا پرزن کن، یعنی فشار بده. خانم کایزر اسنایدر سزارین نمیشه، خفه شو، تو زن هلندی هستی باید تو طبیعی بزایی. ما نشستیم دوباره خب یه بار دیگه اوباوه کن، حالا پرزن کن. خدا خانم نخوالا نمیتونی آبشو بکشی، خفه شو دهنتو ببنده. گفتم زن هلندی هستی تون باش. گفتم باش. خیلی نافرم از این زنها قابل هستش که دست اینجوری میزنن تختی بزنن. هیچی خلاصه ما شروع کردیم دوباره سوم دوباره خانم اجازه است برم دستشویی. خلاصه انقدر ما خوب انجام دادیم که زنه گفتش که به هیچ عنوان حق نداری دفعه دیگه این بیاد. برای یه شوهر دیگه بگیر وقتی بیاد. خلاصه اینجوری شد. حالا داشته باشه. حالا چرا؟ بخاطر من تو ایران بازیگر بودم. بازیگر سینما و تئاتر بودم. شما فیلم کشتی آنجلیکا رو دیدید؟ اون لنزش مال آقای من بود. بعد چند تا فیلم من بازی کردم. یکی از مهمتریناش رو بهتون میگم که توی یکی از فیلم‌ها آقای اسم شریفی شما نمیدونم فرزاد خان؟ آقا مرزاد رضا هستم. بهت گفتم بذار اونا بگید. توی یکی از فیلم‌ها آقای فرامرز غریبیان، من یکی از مهمترین کارا دارم. فرامرز غریبیان میاد داره خسته شدی؟ نه وای ای والله خدایی من فکر نمی‌کنم 100 مردم رو بخندونم. هلندی میخوام کار کنم به خدا 20 دقیقه تا کد می‌کنم. ولی الان حاضر 4 صفحه دیگه مونده. بماند. فرامرز غریبیان تو فیلم باید میرفته دستشویی. ساعت 12 شب میره یکی دستشویی‌های توپخونه. میره اونجا میبینه همه دستشویی پره. چطور ممکنه؟ شاید به این آرومی تمام دستشویی پر. تو ایران همه اتفاقی میفته. مثلا خودتون میدونید ایرانی هستید دیگه. خلاصه آهنگو بزن. یهو میگه خدایا چیکار کنم؟ در بزنم؟ کاری کنم به خودم یا برم؟ ما میشه فکر کردن. تصمیم میگیره در بزنه. میدونی که کارش خیلی زشته تو ایران، خیلی زشته. در میزنه دوف دوف دوف. یکی اون بره در میگه اهم. خانم آقایون اونه که گفت اهم من بودم. من با ایجاب این فیسبوک تماشا کنم. هوا خنک‌تر شد؟ آقا داماد دیگه شما نفتی که ننداز. خب میگه که فقط تو ایرانه که مردمش با شعر بسیار غمگینه. باز منو کاشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی، دروغ نگم به جز من یکی دیگه داشتی رفتی، بندرین رقصن. خب میگم که صبح داشتم تو خیالونینگن میگشتم تو سنتروم خیالونینگن. بعد دیدم یه پسر 9 ساله 9 سال 10 سالش بود، یه آیفون 5S گرفته دستش داشت اینجوری داشت راه میرفت. یه لحظه فلش بک زدم به زمانی که خودم 9 سال 10 سالم بود. بزرگترین آرزوم این بود که پدر مادرم خیار پوست بکنن، بعد بگن که رضا بیاد پوست خیارا رو بخور برم بخورم. واقعا یعنی الان چقدر وضعیت چیز شده. یه سری به نقاشی دارن. راستی زمان عید یه پیرزنه یه خدا خانم بالای 80 سال من گفتش که رضا جان یه سری پسته دست دور رسیده به این دوستان بود اگه میخوان بفروشش اینا نصفش مال خوده، فقط میتونید نیک بزنه پسته اگه خواستید بگید تا براتون بدید. بعد حالا ما بود بعد میگن که جلوی عروس و دامادم جریدن به خاطر اینکه گوشت و گوشتن خیلی گرون شده کنسرو پولماری واد میکنن. بعد کیا با زبون هلندی مشکل ندارن؟ یعنی هیچ که مشکل نداره اصلا.
هیچ مشکلی نداره. آفرین. ما با تلفظ حرف او خیلی مشکل داریم. می‌بینید که این ترک‌ها خیلی قشنگ او میگن ولی ما او میگیم. مثلا هور هاوس خونه اجاره‌ای با هور هاوس خونه فاحشه خونه. چند سال پیش رفتم یه مشتری داشتم، آمدم نقاشی کردم، تمام شد. من نقاشم هستم برای ایرانی ولی اصلا کار نمی‌کنم. آمدم رفتم نشستیم کافی بخوریم اینا و اون یارو برگشت به مشتری من گفتش که ورمونیه کجا زندگی می‌کنیم؟ گفتم ایگوان این هور هاوس. گفت what؟ فاحشه خونه. گفتم که یا گفتش که هور هاوس کجا؟ گفتم همین شهر بارنافه. گفت بارنافه یه شهر مذهبی اصلا امکان نداره. گفتم اصلا تو دلت بخواد داره. هیچ از هلندی کنجکاو و نیوزخیریک از ما هم که 100% این آمد خونه ما و آمد و گفتش که اینجا گفتم نمی‌دونستم اینجا ما هور هاوس هم نبود. تا دلت بخواد بارنافه هور هاوس داره. یکیشه این دو تا دیگه هم می‌خواد برات نشونت بدم. گفت نه همین کافیه. گفت کجان؟ چه کار می‌کنی؟ گفتم که بعضی موقع توالت تمیز می‌کنم، بعضی موقع حموم تمیز می‌کنم، بعضی موقع غذا می‌پزم برای باقی. گفتش که پولم میدی؟ گفتم نه پولم میدم من 250,000 پول میدم. بعد گفتش که بالا سر گفتم نه همه‌شون رفتن سر کار. گفت با اسکورت کار می‌کنم. من نمی‌دونم اسکورت یعنی چی. دیدی که ما همیشه یا میگیم دیگه. اولی که میگم من بلد نیستم میگم یا ببین دوم یا احمقی یا خلاصه ما آمدیم و خودش که با اسکورت کار می‌کنم. هیچی. گذشت و یهو تو همین هولوش یکی از این هم اتاقیای نخراشیدن از این آنتلیایی‌های و کلفت اینا آمد و وارد شد و گفت ای رضا چی پختی بخوریم؟ گفت چیه مشتریه؟ گفتم نه هم اتاقیه. گفت هم اتاقی تو بدم. گفت اینجا هومو هاوسه هور هاوس نیست. گفتم نه هومو نیست بابا زن داری این زنش طلاق داده. خلاصه 2-3 ساعت با هم جراحت کردیم تا فهمید که بابا هور هاوس نه هور هاوس. لازم مواظب باشید که دیگه. خب بریم سراغ گیتار. گیتار واقعا برای اجازه است آب بخورم؟ آب بخورم. دیدی زمین خوردیم. مگه زمین خوردنیه؟ آب بخورم آب بنوشم. خب یا اونو میزنم. خب این سراغ گیتاره یه ناخدایی بود خیلی شجاع بوده. من این پیش درآمد همون گیتاره یه ناخدایی بوده خیلی آدم شجاعی بوده. چند تا ملوان هم داشته و بعد زمانی که دوزای دریایی بهش حمله می‌کردن فریاد می‌زده که اون پیراهن قرمز من رو بیارید. ملوان این خدا این فلسفه پیراهن قرمز چیه؟ می‌خواد یه آنتراک بدین دوستانی که می‌خوام برن چون بعضی خوششون نمیاد از من احساس می‌کنم از من خوششون نمیاد ولی به خاطر احترام بشین. میگه که شکمه گوش نمیشه داماد پشت نمیشه. خلاصه ملوانا میرن سراغ ناخدا میگن ناخدا این قضیه پیراهن قرمز چیه فلسفه‌اش؟ میگه که وقتی که دوزای دریایی حمله میکنن من این پیراهن قرمز میپوشم که اگر خونی زخمی شدم اینا شما نبینید که من خونی شدم و پای من بجنگید و نترسید. من دست دارم 4-5 بار دیگه داره این اتفاقات میفته و بعد یه بار ملوانه از اون بالای کشتی داد میزنه اون بالای چه اسمی اون بالای قاطولک کشتی بالا داد میزنه و میگه که ناخدا 10 تا کشتی دوز دریایی اون حمله کردن. یکی داد میزنه اون پیراهن قرمز برای ناخدا بیارید. ناخدا خیلی آهسته میگه که پیراهن قرمز لازم نیست شلوار قهوه‌ای من رو بیارید. آنی دارم دیگه کنم تمامش کنم تریب نقاشی دیگه نمیشه تریب نقاشی بگم ناخدا راستی میدونید تو ایران فقط خیلی جالبه تو ایرانه که فقط تاکسی سوار میشی 5 نفر تو تاکسی سوار شدن تاکسی موقع عقب راه تاکسی موقع عقب بره همه برمیگردن عقب نگاه میکنن. تو ایران فقط خیلی جالبه تو ایران فقط که وقتی یکی میمیره فردا هر کسی که میبینه که دیشب خوابش دیدی
خوشحال و خندون شلوار پیران یه دوجی هم پوشیده بود میخندیم من جام خوبه بعد تو ایران هم از فقط که وقتی شامپوی پاوه تمام میشه یک ماه دیگه آب میریزن توش یه پایان اومده این دفتر باید همچنان گفتم ولی واقعا چه ما بخوایم چه نخوایم ما ایرانی هستیم من واقعا به ایرانی بودنم افتخار میکنم راستی هیچ وقت به اروپایی نگید من آریش بلوک دارم من خون آریایی دارم یک بار من توی یکی از این فستیوالا گفتم یکم آریش بلوک من خون آریایی دارم با لگد پردن کردم بیرون که هیتلر میگن واقعا میگم این شوخی نبود این واقعا شوخی چرا خندیدی در ضمن با لگد انداختن خیلی مهمه حالا بعد تو بحثا خیلی تو بحثا جدیدا خیلی جالب مهمونات نشستیم تو مهمونی همه تو مهمونی نشستن همه فوش میدن این چه مملکتیه مسخره در آوردن فلانه بعد میره اوج بعد یکی میگه آقایون هر چی سر اون بیاد حقمونه بعد یکی صاحبخونه میاد میگه آقایون شام حاضره تشریف بیارید همه میرن یعنی بحث تمام میشه اگه یه بار امتحان کنید دقیقاً ما ایرانی همین کارو میکنیم بعد نوازینا نقاشی هم که تمام شد گیتارم که زدم و اینم که زدم و بعد نقاشی رو تمامش کنم خدایی یک ساعت دقیقاً یک ساعت شد یعنی واقعا من ایدن پروت اوف میزله خدا شاید این نقاشی حیف به این مشتری بدم من این نقاشی تقدیم میکنم به اون آقایی که وسط نشسته نمیدونم کیه داماد دهن منو سرویس کرد بس این خمیازه کشه چشماتون رو ببندید 3 2 1 عکسی امضای چیزی خواستید مجانی هستیم اینم از اینا خمیازم که گفتم این نقاشی ممنون چرا میگه